یک جوانمرد تاجیک، یک کیفتش را هنر، یک کیفتش را علم. جوانمردانه، تاجیکانه هنر و علم به پیش می‌برد. جورجان به پیش. جورابک مرادوف هنرمند معروفی تاجیکی از خوجند و دوشنبه به تبریک همنامش آمده است. فعالیت حدود 50 ساله جورابک نظریف را در صحنه این گونه توصیف کرد. جورابک نظریف عالم و هنرمند شناخته تاجیکستان 70 سالگی مولودش را تجلیل کرد. سالهای 70 و 80 عصر گذشته از معروفترین آوازخوان‌ها دانسته می‌شد که با شیوه خاصی آوازخوانی به تاریخ هنر تاجیک وارد شد. سلسله شاگردانی را تربیت نمود که تا حال در صحنه نفرانی مطرح هستند. معروفترین آنها جمشید اسماعیل و قربان علی رحمانند. جورابک نظریف جز آوازخوانی در دایره علمی صاحب آبروی خاص است. او در پژوهشگاه شرقشناسی فرهنگستان علوم فعالیت می‌کند و مدیری گنجینه دستخط‌ها را به عهده دارد که این مقام را از افتخارات خود می‌داند. این کتاب‌ها در تورات سال‌های 30 وارد گنجینه ما شدند. از نظر زمانی خیلی قدیمی اند. ماهیت این برادرای ما مخصوصا برادرای یهود در همه جا می‌دانند. یک دو دفعه از نیویورک از دیگر جا تشریف آوردن که مثلا در زمینه همکاری تورات‌های ما تبدیل کنیم فلان کنیم این کار را نکرده بودم. این تورات یعنی مالکیت حقی مردم اینجا باقی مانده است. این در چرم نوشته شده است. جورابک نظری آوان مشکل نگهبان این گنجینه بود و به قول خودش رنج آن را نیز کشیده است. او را زمان به این متهم کردند که دستخط‌های مهم را فروخته است. یک صبح بود که نماینده های اداره قدرتی سال 90 چند بود که یک وارد دفتر من شدند با قهر غضب ما همون تورات های شما بینیم فلان کنیم. خیلی گفتم که من دو تورات دارم. بچه ها بسیار تند آمدن. گفتم که دارم برو بیرون بعد این درگاه ادب است بدرو سلام کو بعد بیا گپاتا بگو. بعد مجبورشون کردم هم خیلم کردن اومدن خیلی بردم کتابو من نشون دادم گفتم همین. جورابک نظری سالهای بعد جنگ شهروندی به خاطر علم برآمدش را در صحنه کمتر کرد چون که زمانه حضور او را در بخش حفظ یادگاری‌های خطی تقاضا می‌کرد. جورابک نظری 70 ساله هنوز هم در صحنه از عشق میگوید. هنوز هم آثار خواجه حافظ و هلالی و رودکی و کمال در ترنم عشق از زبان او صدا می‌دهند. جورابک تجلیل 70 سالگی‌اش را جنبست فعالیت ایجادی نمی‌داند. با گفته او با جورابک مرادوف و جورابک نبیوف به نزدیکی لایحه 3 جورابک را پیشنهاد می‌کنند که امیدوار است برای مخلصان تحفه خوب خواهد بود.